دوستان این پرواز خیلی مشکوکه. معمولا پروازهایی که از ایران میاد ساعت 10 صبح میشینه. بعد مسئله دیگه که هست برای شنبه ساعت 10 باید بشینه، برای یه شنبه به شما پرواز نداره آستریالان. و این پرواز یه پرواز عجیب و غریبیه که داره از تهران میاد و نمیدونیم واقعا چه خبره داخلش، چون اصلا پرواز نرمالی نیست که توی لیست بوده باشه. حالا احتمالاتی وجود داره اینه که شاید اینجا یک استاپ بزنن و از اینجا بلندشن برای کشورهای دیگه، مثلا برای لندن، چون شنیدیم که 2 پرواز از اینجا به لندن هست. احتمالش هست که این کار انجام بدن. ولی اگر پرواز برای اتریش بوده باشه و از ایران بوده باشه، حداقل با یه کسی اینجا ایرانی اومده باشه برای استقبالشون. هیچ ایرانی اینجا منتظر این پرواز تهران نیست که بگیم مسافری داشته باشن اومده باشن اینجا. این یه کمی عجیبه. حالا امیدواریم ته داستان در بیاد ببینیم چه خبر میشه. کار میکنی؟ هر روز دارین جوانای مملکت، دخترای مملکت رو تو خیابونا میکشیم. چه جوری دارین با اینا چه جوری بلند میشیم میاد؟ چه جوری برای اینا کار میکنی؟ بی غیرت، بی شرف، مزدور خائن. بگو شما منتظر کسی هستید اینجا؟ آقای علیزاده. جان؟ آقای علیزاده. بله من هستم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. این آقای علیزاده که با شماست. آها پس دست تو. آها فهمیدیم آقای علیزاده. آره جان؟ ساک ندارم. آره. کجا قرار بریم؟ من نمیذارم این باد بیاد. من نگهش داشتم نمیذارم بیاد. آقا بذار برم. نمیذارم بیاد. آخه نمیذارم بیاد. مشکلی داری پیاده شو. من آقای علیزاده هم نمیذارن بیام. آقا بیس، من منتظر من نیستی. با پول خون مردم چیکار میکنی اینجا تو؟ چی میگی تو؟ با پول خون مردم اینجا چیکار میکنی؟ با پول خون مردم اینجا چیکار میکنی؟ ها؟ با پول خون مردم اینجا چیکار میکنی؟ چه گویی میخوری؟ چه گویی میخوری اینجا؟ با پول خون مردم چیکار میکنی؟ با خون جوانای مردم چیکار میکنی؟ دربار گوشیدو از من همین الان گفتی دیگه. اونا جمهوری اسلامی خاک بر اون سرت. دست نزن. خاک بر اون سرت. الو. این یکی از موضوعاست. یکی از موضوعای جمهوری اسلامیه. با خون جوانای ایرانی داره اینجا گو میخوره. با خون جوانای ایرانی داره گو میخوره اینجا. اینا هاش der ist Terrorist, persischer Terrorist. Das ist Islamische Republik. Islamische Republik Terrorist. So herzlos, sie sind einfach so scheiße Diktaturen. Hast du Angst, ne? Hast recht. Es ist jetzt erst, weißt du, es hat schon angefangen. Wir finden euch einfach alle, egal wo ihr seid. قیافه‌شو ببینید. قیافه‌شو ببینید. مزدور کثافتو. مزدور کثافت. مزدور لاشخور. کثافت رو ببینید قیافه‌شو. با پول خون مردم، با پول خون مردم اینجا چه گویی میخوری؟ چه گویی میخوری اینجا؟ با پول خون مردم چیکار؟ اوکی، با پول خون مردم چیکار میکنی؟ عادی اینجا نمیتونه بیاد شینگن بگیره. شینگن اینطوری نمیتونه. تو این وضعیت به کسی شینگن نمیدن. به کسی شینگن نمیدن. تو چه جوری گرفتی؟ اصلا 1 ماه پیش نه، 3 ماه پیش. تو چه جوری گرفتی؟ تو چه جوری گرفتی؟ تو اگه یه کارمند دونپایه هستی، کارمند عالی رتبه هستی که اومدی اینجا با این ریخت و بس که وارد داره ماشین میاد دنبالت. تمام فیلمت اینجا ضبط شده. مزدور. پول خونو چند میفروشید؟ ها؟ چقدر میگیری میفروشی؟ چند میگیری میفروشی؟ چطوری میتونی آدم بکشی و هیچ؟ چطوری میتونی این همه آدم Ja, Hotel Hilton. Mit welchem Geld? Mit welchem Geld hast du? Was hast du gemacht, du Pisse? Was machst du überhaupt, du Pisse, dass du in Hotel Hilton kannst du unternehmen? Was? تو که میگی آدم نکشتی، تو که میگی ها؟ تو چجوری پول هتل هیلتون رو داری؟ تو مگه نگفتی دون پایه هستی؟ تو مگه نگفتی
یه کارمند معمولی مگه نیستی؟ آقای علیزاده، آقای علیزاده، آقای علیزاده بفرمایید. آقای علیزاده هستی یا رجب زاده؟ جان؟ هتل هیلتون. شما آقای علیزاده هستی؟ نه آقای علیزاده. منتظر کی هستی پس؟ کجای؟ هتل هیلتون چطوری میتونی بری؟ تخمای خامنه ای رو بذار تو دهنت. تو کردی؟ تو کردی؟ تو کردی؟ توف شرفت که آبرو هرچی کرد بردی. خب توف شرفت. الو. بالا چجوری میشونه؟ بالا. بالا از همون در میری؟ خب از پله میری. سالن بودم اومدم بیرون. شما میگی کجا قرار بری؟ بابا من میخوام برم کجا بری؟ بگو. بی آی سی انرژی اتمی. انرژی اتمی. من نمیدونم کسی منتظرتون بود اینجا؟ با ماشین بود؟ خب اون اینجا بود رفته شب دور بزن. من نمیدونم کجا رفته. تو کردی؟ 100 بار بگو، 30 بار بگو. توهین میکنم چون که تو یه قاتلی. تو با پول خون مردم اومدی. تو با پول خون مردم اومدی. با چی اومدی؟ با چی اومدی تو؟ با پول شخصی اومدم. با پول شخصی چطوری پس دیپلمات میاد دنباله؟ مزدور بی شرف داره میره همچنان. مزدور داره میره دنبال هتل هیلتون میگرده. هموطنان، این پیام را به صورت صوتی به ویدیو اضافه میکنم. جمهوری اسلامی تمام سرمایه و بود و نبود ما را هزینه کرد، تحریم‌های اتمی را به جان ملت ما انداخت تا بتواند به بمب اتم یا به اصطلاح خودشان انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کند. در این فیلم به وضوح پوشالی بودن این رژیم در 7 دقیقه به مانند تمام فعالیت‌های آنها دیده می شود. 1. راننده دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی به همین سادگی می توانست یک فرد عادی را به جای دیپلمات مورد نظر سوار ماشین کند. 2. سردرگمی دیپلمات فرستاده شده برای انرژی هسته‌ای و لو دادن مأموریت و مکان اقامت خود. 3. اگر کمی هوشمندانه تر عمل می کردیم چه بسا اعتماد وی برای سوار شدن به ماشین دیگری به جای ماشین فرستاده شده سفارت دور از دسترس نبود. 4. انرژی هسته‌ای خط قرمز این حکومت است و وقتی هماهنگی برای سازمان انرژی اتمی اینقدر بی‌نظم است و یا دانشمند آنها را در وسط ایران می‌دزدند و بازجویی می‌کنند، نشان از بی‌نظمی در بقیه ارگان‌های این نظام می‌دهد. پس از رعب و وحشت بگیر و ببند و کشتاری که انجام میدهند نه هراسید. واژگون کردن این حکومت پوشالی بی‌نظم نیاز به یک حرکت ملی دارد. با اتحاد با مردم زاهدان و کردستان و کل ایران می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. پاینده ایران. کارمند دونپایه به قول خودش، من نمیدونم چطوری تو هتل هیلتون میتونه اقامت داشته باشه و چطوری میتونه یه دونه ماشین با این وضعیت بیاد دنبالش. واقعا نمیدونم. فیلمو گرفتی قشنگ ازم؟ آره بدبخت مزدور. آره کثافت. آره کثافت. فیلم گرفتی؟